بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. إنك بعون الله تعالى درس خضراء دوام دهم از شرحی کتابی درس‌های زبان عربی برای کسانی که به آن حرف نمیزنند. از قسم یکم درس امروزی ما به عون الله تعالی الدرس الثالث عشر، درسی 13. در شرح موضوع ها را پاره کرده است. اساسا فهمیدید؟ در اصل موضوع درسی 13 یک موضوع می باشد، یک موضوع اساسی می باشد که نام او جمع می باشد. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. موضوع درسی 13 از چه عبارت است؟ از جمع. بنابراین وقتی که میپرسن ما هو الجمع، ما باید در جواب چنین گوییم که هو ما دل على اکثر من اثنین او اثنتین. این معنای چی می باشد؟ معنای جمع می باشد. جمع اون کلمه است که دلالت و بیشتر از دو تای مردانه کند یا که بیشتر از دو تای زنانه کند. هر کلمه که دلالت از بیشتر از دو تای مردانه کند یا که بیشتر از دو تای زنانه کند، وی را چی می نامند؟ وی را جمع می نامند. این است بارک الله فیکم اساساً چه معنای یا که موضوع درس ما همین است اساساً. فهمیدید؟ اکنون بارک الله فیکم و هو ثلاثه انواع، سه نمودی جمع می شود. فهمیدید؟ جمع مذکر سالم، جمع مذکری سالم می گویند. و هو ما دل على اکثر من اثنین بزیادة واو و نون عند الرفع او یاء و نون عند النصب والجر على مفرده. یعنی جمع مذکر سالم آن جمع است که دلالت به بیشتر از دو تای مردانه کند. فهمیدید؟ با علاوه کردن واو و نون در حالت رفع یا که یا و نون علاوه می شود در حالت نصب و جر علی مفرده در آخری شکل تنهایش. این را جمع مذکر سالم میگویند. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. مثلا مؤمنون فی الرفع، مؤمنین فی النصب والجر، صادقون صادقین. جمع مؤنث سالم، سیم نمودی جمع این جمع مذکری جمع مؤنث سالم می باشد. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. جمع مؤنثی چی؟ سالم. جمع مؤنث سالم گفته چگونه جمع می باشد؟ و هو ما جمع بألف و تاء مزیدتین علی مفرده. جمع مؤنث سالم آن جمع می باشد که آن کلمه می باشد که وی را با الف و تای زیادتی در آخری شکل تنهایش جمع کرده شده است. فهمیدید؟ هر اسم جمعی که فهمیدید؟ هر اسم جمعی که آن را با الف و تای زیادتی در برابر شکل تنهایش جمع کرده شود و را جمع مؤنثی سالم می نامند. بارک الله فیکم. مثلا میگویند که مؤمنات، صادقات،
در اصل مؤمن صادق می باشد در اصل. بعد از آن تنهاش مؤمنه می شود، صادقه می شود، جمعش مؤمنات صادقات می شود. الثالث سیم نمودی جمع تکسیر، جمع شکسته. این چگونه جمع می باشد؟ وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. جمع تکسیر آن جمعی رو می نامند که دلالت به بیشتر از دو تای مردانه کند یا که بیشتر از دو تای زنانه کند با دیگرگونی در صورت مفردش. یعنی صورت مفرد دیگرگون می شود، یا حرکت هاش زیاد میشن یا کم میشن، یا زیاد و کم می شود، یا حرف زیاد می شود یا کم می شود، یا زیاد و کم می شود، که مجموعی و اساسا 6 نمود می باشد. در دیگر کتاب ها می گذارم. مثلا رجال، اوراق، کتب و هكذا. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. جمع مذکر سالم معلومه شد وقتی که ما مذکر گفتیم این خاص به مذکر می باشد، مردانه. فهمیدید؟ جمع مؤنث سالم گفتیم مؤنث که داره باشه خاص به مؤنث می باشد. فهمیدید؟ و جمع تکسیر که گفتیم نه مذکر رو ذکر کردیم و نه مؤنث رو، معلوم شده است که جمع تکسیر هم برای مذکر می شود و هم برای مؤنث می شود. خیلی که فهمه برای هر چی که گفتیم خواهی مؤنثی حقیقی باشد و خواهی معنوی باشد، فهمیده خواهی لفظی نه همین خواهی مجازی باشد، خواستم حقیقی مجازی. اکنون موضوع درس برای من فهمه شد. بارک الله فیکم. موضوع درس رو ما فهمیدیم. اکنون وقتی که همه جمع ها که شدن، بعد دیگر چیزها به خاطر اینها شده جمع شدن میگیرن. مثلا هؤلاء اسم اشاره، هم ضمیر، اینم یعنی که نشانه های جمع، و الجماعه اینم نشانه جمع است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. اولئک اینم اسم اشاره برای دو جمع می باشد. فهمیدید؟ که اکنون بینیم هؤلاء اسم اشارة للجمع القریب العاقل المذکر والمؤنث. گفتیم عاقل درست نمیشود، خوب بشود که العالم، لیکن این معلوماتی کوتاه می باشد. فهمیدید؟ این درباره معلومات درباره هؤلاء، ها حرف تنبیه لا محل له من الإعراب، أولئي مبني على الكسر. قد يعني كهم أولئيش اسم إشارة للجمع القريب العالم المذكر والمؤنث. هذا رجل، إن مردست مفرد. هؤلاء رجال، رجال كدام نمودي جمع است؟ جمعي تكسير. فهمیده؟ ما نوع الجمع؟ باید میگید که جمع تکسیر. یعنی وقتی که پرسیدن رجالش کدام نمودی جمع، باید که گوید که جمع تکسیر. و ما تعریفه هو ما دل على اکثر من اثنين او اثنتين، معلومات عموم میگوید ما تغير في صيغة مفردة، ما يمكن في صورة مفردة شامل. فهمیده؟ رجال چی بود است؟ جمعی تکسیر. هذا طبيب، هؤلاء اطباء. فهمید؟ این دختر است، اینها دختران. هذا طويل، این دراز است. هؤلاء طوال، اینها درازند. یعنی مراد از دراز قامت بلند، ما بلند میگیم. فهمید؟ هذا شیخ، هؤلاء شیوخ. این
شیخ است اینها شیخند، یا که این پیرمرد است اینها پیرمردند. هذه اخت هؤلاء اخوات. اخوات چی می باشد؟ جمعی مؤنثی سالم می باشد. هو ما جمع بألف و تاء مزیدتین على مفرده. گفتم هذه طبیبه، این دکتر زن است. هؤلاء طبیبات، اینها دکتر زنند. هذه طویله، این قامت بلند است. هؤلاء طوال، اینها قامت بلند. فهمیدید؟ در اینجا استعمال هؤلاء برای عالم شده است. مذکر باشه خب مؤنث. اکنون معلومات درباره هم، البته هم این ضمیر گفت است که هم ضمیر جمع الغائب المذکر العاقل. اما در وقت اعراب کردن میگه که الهاء ضمیر منفصل مبنی على الضم، بخیر فی محل چی کی باشه؟ والميم للجمع میگوید، یعنی الميم حرف للجمع. این میم حرف باشد دلالت به جمع میکنه. مذکر عالم برای عالم یعنی که استفاده باشه، برای غیر عالم. من هؤلاء، اینها کیستن؟ هم تجار، و اینها تاجرند، یا که تاجرانند. این زملاؤک، رفیقان در کجاند؟ هم فی المهجع، و اینها در خوابگاه هستند. من هؤلاء، اینها کیستند؟ هم ابناؤک، و اینها پسران تو هستند. لا هم ابناء اخی، نه، و اینها پسران برادری منند. این طلاب الجدد، دانشجویان نو در کجاند؟ الطلاب جمعی تکسیره، الجدد هم همه. بعضهم فی الفصل و بعضهم عند المدیر، بعضیشان در صنفان و بعضیشان در نزد مدیرن. فهمیدید؟ من باید توافق کنم. اکنون اضافه الاسماء الى اسم الظاهر و الضمیر. خب ما گفتیم که اسم دو خیل می شود. اسم چند خیل می شود؟ اسم دو خیل می شود. بارک الله فیکم. می شود که اسم چی باشد؟ اسم ظاهر باشد و می شود که اسم مضمر باشد. همه خیل است؟ یعنی ضمیر. خب اضافه الاسماء، اضافه شدن اسمها به اسم ظاهر و به اسم ضمیر. فهمیدید؟ معنی اضافه رو گفتیم در درس گذشته. هی نسبت بین اسمین على تقدیر حرف الجر توجب جر الثاني ابدا. این قاعده را از جد میدانیم. هم خیلی است. اکنون کو بینیم اسمها به اسم ظاهر اضافه شود چگونه، چه حالت می شود؟ و به ضمیر. الاسم الظاهر مثال ها برای اسم ظاهر مثلا مانند محمد، حامد، اصدقاء، الطلاب الى آخره. الضمیر مثال ها برای ضمیر مانند هو، هم، کی، کاف الخطاب، یا المتکلم. الاضافه الى اسم الظاهر. اکنون اضافه به اسم ظاهر. ابناء محمد، ابناء مضاف، محمدین که حالت اعرابی ابناء نمیم اسم مضاف میدانم که مقامش دیده اعراب میگیرد. اگر مبتدا باشه مرفوع میشد، منصوب شده ممکن، مجرور شده ممکن، موفق به همون عاملی که در سرش هسته. بنابراین معظمو ابناء سر میکنیم، از وای پیش هم نمیزنیم. ابناء مضاف، محمد مضاف الیه مجرور بالمضاف و علامت جره الکسره ظاهره گفته. همین ها زملاء و حامدین، پسران محمد، رفیقان حامد، اصدقاء المدرس، دوستان مدرس، اسماء الطلاب، نام های دانشجویان
كتاب المدير كتاب مدير همين هم مضاف ومضاف إليه يعني إضافة باسم ظاهر شده است بس فهمدید همینا اضافه بتقديري لام شده است الإضافة إلى الضمير إضافة بضمير أبناؤه فهمدید در اینجا أبناء مضاف والهاء ضمير متصل حتما باید ضمیر را اول منفصل متصل بودنش جدا کردن در کاره ضمیر متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف أبناؤهم هم الهاء ضمير منفصل مبني على الضم فهمت مبني على السكون نبي هو درجة نظرية شندك بعض علماء قدامه ميمامز لكن مشهور يمكن صحيح مبني على الضم في محل جر من مضاف والميم للجمع أبناؤك يمكن أبناؤك لم شباب أبناء مضاف والكاف مبني على الفتح يمكن مبني على الكسر همشة في محله يكون ضمير متصل مبني على الفتح يمكن على مبني على الكسر في محل جر بالمضاف أبنائي أبنائي لذلك كانت ديگرگونی میشود أبناء البته حالت اعرابش مو بحال در کنز لكن اعرابش تقديري هست مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالمضاف كتابه كتابهم كتابك كتابك نعم كتابي أبناء محمد مضاف مضاف إليه أبناؤه مضاف مضاف إليه أبناؤك مضاف مضاف إليه كتابي مضاف إليه اختصار كده وهو الجماعة وهو الجماعة قلت شيقون وورمي بيان وهو الجماعة ضمير للمذكر العالم يتصل بالفعل وهو الفاعل وهو الجماعات ضمير مذكر مشابه عالم در آخر فعل عوض میشود و همچون فاعل است وقتی که فاعل باشه وقتی که مورد یعنی ضمیر گفتیم معلوم میشه مبنی است وقتی که فاعل است که گفتیم معلوم میشه که در محلی رفع بوده شده که فاعل از مرفوعات است ذهبوا جلسوا خرجوا ذهبوا رفتن جلسوا نشستن خرجوا برآمدن اعراب ذهبوا چخیل میشه ذهب فعل ماضي مبني على الضم مبني على الضم وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أين ذهب الطلاب الطلاب ذهبوا إلى المطعم دانشجویان در به کجا رفتن دانشجویان به آشخانه رفتن الطلاب مبتدا است جمله ذهبوا الى المطعم این جمله فعلی بوده خبر شده است خبر غیر مفرد ذهب فعل مبني على الضم والواو ضمير يمكن يكون مبني ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف للفارقة إن ألف فارقة شمل بها إلى حرف من حروف الجارة المطعم مجرور بإلى المدرس جلس في الفصل المدرس در الصنف نشست المدرسون جلسوا في الفصل المدرس در الصنف نشست التاجر خرج التجار خرجوا فعل وفاعل اختصار جلس هن والهاء ضمير متصل مبني على الضم
في محل چیزی که نباشد. النون المشددة للجمع. هنا ضمير جمع الغائب المؤنث العالم. من هؤلاء؟ إنه كسان هن مدرسات، إنه يكي أنهم مدرسان، هم مدرسات جمعي شيء معنى الصالح. أين زملاؤك؟ أين زملاؤك؟ رفيقونات همسنفونات در کجان؟ هن في المهجع وهو در خوابگاه، يعني که زملاء جمعش کسته. خوب میشد که این زمیلاتو که میگفت، فهمیده؟ رفیقان اساسا زملاء کرام میشن، فهمیده؟ لیکن اگر پسرها باشن میشون که در مکتبای اختلاط رفیقانی همسنفانی که قطعی همراه دخترها میخونن. من هؤلاء اینها کسان؟ هن ابناؤک و پسرانی تو هم؟ لا هن بنات اخی، نه و دخترانی مرودنا. عجیبه. هن ابناؤک نمید فهم روسیه برای چی؟ اینجا ابنا نویسته. هن بنات کی میشود؟ نمیفهم. خیالی من ده که خیالی من هن بنات کی میگو؟ لا هن بنات اخی میگو. أين طالبات الجدد؟ طالبه های نو در کجان؟ بعضهن في الفصل، بعضیشان در صنفند، و بعضهن عند المدیره، و بعضی دیگرشان در نزد مدیره. تای تانیث در درس گذشته گفتیم در اینجا معلومات میدهد، اعراب نیم معلومات. تای تانیث حرف ساکن يتصل بالفعل، حرفی به حرکتی بوده چی در آخر فعل پیوست می شود و يدل على ان الفاعل مؤنث. این دلالت به آن میکند که فاعل این انجام دهنده کار زنانه می باشد. خرجت فاطمه برآمد. الطالبه جلست في الفصل، طالبه در صنف نشست. ذهبت زینب الى المدرسه، زینب به مدرسه رفت. خدیجه ذهبت، خدیجه رفت. نون النسوه، نون جمع زنانه. نون النسوة ضمير للمؤنث العاقل يتصل بالفعل وهو فاعل. نون النسوة ويك ضمير مؤنث العالم میباشد که در آخر فعل پیوست میشه و همچون فاعل است. الطبيبات خرجن من المستشفى، طبيبات مبتدا میشد، خرجنا جمله فعلیه بوده، خبر غیر مفرد میشد. خرج فعل مضارع مبني على السكون. فهمت؟ برای چی معلومه؟ لاتصاله بنون النسوة نبيان. والنون المفتوحة مبني على الفتح في محل رفع فاعل من المستشفى، جار مجرور متعلق بالفعل. الطالبات جلسن في الفصل، دانشجوی دخترها در صنف نشستند. المدرسات ذهبن، مدرسه ها رفتن. اولئک این هم یعنی که چی می باشد؟ اسم اشاره می باشد. اولئک اسم اشاره می باشد للجمع البعید العاقل، يعني العالم المذكر والمؤنث، والكاف خطاب کاف باشد خطاب باشد که دلاله به بعد میکند. فهمیده؟ در وقتی لام نبوده این خودش چی میشد؟ دلاله به دوری همون اشاره کرداشته میکنن. الجمع القریب،
هؤلاء رجال هؤلاء نساء برای جمع نزدیک جمعی کی در نزدیک جمعش کسی نمیشه الجمع البعید جمع دور أولئك رجال خلاص أولئك رجال أولئك نساء آنها مردانند یکی باید هم مردانند آنان زنهایند من أولئك رجال الطوال آن مردان بلند قامت کیستند هم اطباء باید ها دکترانند بعدا اسمه اشاره را من اولئک النساء الطوال هن طبیبات یعنی که آن زنانی دراز کیستند و ها دکترها بعدا بارک الله فیکم اسماء الاشاره القریب مثال ها میارد برای اسمه اشاره که یعنی که برای نزدیک المفرد المذكر العاقل أين عالم وغير العاقل هذا رجل هذا كتاب الجمع المذكر العاقل هؤلاء رجال المفرد المؤنث العاقل وغير العاقل يعني عالم وغير عالم هذه امرأة هذه سيارة الجمع المؤنث العاقل هؤلاء نساء سؤال الإشارة البعيد وردوا ركن المفرد المذكر العاقل وغير العاقل ذلك رجل ذلك كتاب الجمع المذكر عالم أولئك رجال المفرد المؤنث العاقل وغير العاقل تلك امرأة تلك سيارة الجمع المؤنث العاقل أولئك نساء اسمها الموصولة اسمه موصولة المفرد المذكر العالم وغير العالم الطالب الذي ذهب من ليبيا از ليبيا رفت الكتاب الذي معك كتابي كتابي كهمراهی توست كتابي من است المفرد المؤنث العالم وغير العالم الطالبة التي ذهبت من السودان يعني كي دانش دختری که از سودان رفت الحقيبة التي معك حقيبتي جمداني كامرأي توست جمداني من است هؤلاء رجال ونساء صحيح قلت هؤلاء كتب خطأ چونك آخر كتب غير عالم أولئك رجال ونساء صحيح برای خب أولئك كتب يعني خطأ است برای چی؟ برای خاطر غیری چی بودنش؟ غير عالم بودنش أكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين